ماجرای اعتیاد نصرالله رادش و حقایقی باور نکردنی از زندگی شخصی او و همسرش آرزو محمود. تا آخر ویدیو همراهمون باشید. نصرالله رادش بازیگر قدیمی کشورمون برای اولین بار در مورد پشت پرده اعتیادش صحبت کرد و از این راز بزرگ زندگیش پرده برداشت. اون توی برنامه‌ای یه مصاحبه‌ای انجام داد و توی این مصاحبه گفت که سالهاست اعتیاد داره و چندین بار هم تصمیم گرفته که ترک کنه، ولی هیچ وقت موفق نبوده و دوباره برگشته. اون در مورد جزئیات این که به چه چیزی اعتیاد داره صحبت نکرد، ولی گفت انقدر سیگار میکشم که پشت مغزم پر از خلط میشه. چندین بار هم برای ترک اقدام کردم ولی دوباره برگشتم. یه مدت نسبتاً طولانی هم جدا شده بودم. هیچی مصرف نمی کردم. ولی سر کار در حاشیه مهران مدیری دوباره به اعتیاد برگشتم و دیگه نتونستم ترک کنم. نصرالله رادش حتی وسط مصاحبه چندین نخ سیگار کشید و گفت که من این سیگار رو اینجا میکشم که نشون بدم اونجوری که شما فکر میکنید سفید و پاک نیستم و قطعاً زشتی هایی هم دارم که یکیش همین اعتیاد و سیگار هست. نصرالله رادش بازیگر سینما و تلویزیون، متولد 12 آذر 1345 در آبادان هست. اون در خانواده‌ای پر جمعیت در جنوب کشورمون به دنیا اومده. پدر و مادرش اهل بهبهان خوزستان هستند و 5 خواهر و برادر داره و خودش فرزند آخر خانواده است. خانواده نصرالله رادش 2 سال بعد از شروع جنگ در سال 1359 به همراه خانواده به تهران مهاجرت کردند و نصرالله رادش تا 14 سالگی در آبادان زندگی می‌کرد. نصرالله رادش در سال 1396 عکس همسرش آرزو محمود رو رسانه‌ای کرد. این زوج توسط یک دوست مشترک به یکدیگه معرفی شدند و مراسم عروسیشون هنری و خیلی ساده بدون شلوغکاری برگزار شد. اون در دور همی و در گفتگو با مهران مدیری عنوان کرد که چند ماهی هست که خانومی وارد زندگیم شده که هیچ یک از کارهای منو ندیده و این اتفاق برام خیلی با ارزشه که من رو برای شخصیت خودم میخواد. آرزو محمود همسر دوم نصرالله رادش بوده و ایشون سالها قبل ازدواج کرده و بعد از 8 سال از همسر اول خود جدا شده و از ازدواج اول خودش صاحب پسری به نام پرهامه که بسیار فوتبالی بوده و طرفدار استقلال هست. اون به موسیقی، زبان انگلیسی و شنا علاقه‌مند هست. نصرالله رادش میگه که همسر سابقم میگفت که هنوز هم میبینمش فکر میکنه حرف خودمه، اما اصلا اینجوری نیست. در مورد زمان طلاق میگه که من خیلی بهش وابسته بودم. وقتی که تصمیم گرفت با من زندگی نکنه خیلی داغون شدم. نصرالله رادش یک دوره 2 ساله بازیگری تئاتر رو تا سال 1370 در فرهنگسرای نیاوران گذروند و در دانشگاه فوق دیپلم تئاتر گرفت. اون به تئاتر علاقه‌مند بود و بعد از اون با مجموعه پرواز 57 به کارگردانی مهران مدیری جلوی دوربین رفت. قبل اینکه بریم ادامه ماجرا لطفاً ویدیو رو لایک کنید. نصرالله رادش در ویدئویی از نحوه بازیگر شدن خودش صحبت کرد و گفت در دانشگاه درس خوندم و در جشن فارغ التحصیلی در فرهنگسرای نیاوران شرکت کردم. خانم گلرخ حقیقی همسر سعید آقاخانی از ما فیلم گرفت و این فیلم رو نزد مهران مدیری برد. آقای مدیری هم دنبال بازیگر بودن که ما رو انتخاب کرد و تست گرفت و به مجموعه پرواز 57 پیوستم. اون در سال 1378 با فیلم شیرهای جوان وارد سینما شد. نصرالله رادش با مجموعه ساعت خوش به شهرت رسید و حضور موفقی در سریال زیر آسمان شهر باغ مظفر در تلویزیون داشت و با سریال مسافران به کارگردانی رامبد جوان در نقش 61 خوش درخشید. سریال تلویزیونی مسافران به کارگردانی رامبد جوان در ژانر فانتزی و کمدی تولید شده و زندگی موجودات فضایی رو به تصویر میکشه که میخوان زمین رو تصرف کنن ولی قبل از اون میخوان با فرهنگ زمینی ها آشنا بشن. نصرالله رادش در فیلم مسافران
نقش شهاب کیهانی 61 65 و پسر بهرام و ناهید برادر ستاره ربات انسان نمای فضایی رو بازی کرده. ساعت خوش سریالی در ژانر کمدی به کارگردانی مهران مدیری هست. رادش محبوب ترین ستاره ساعت خوش بود که به دلیل نقش‌های مؤثری که در اولین قسمت‌های مجموعه به اون رسید و شاید به خاطر اشعار بی‌معنا اما جذابی که میخوند بیش از باقی همکارانش توی چشم بود. نصرالله رادش در ساعت خوش ایفای نقش در کنار هنرمندانی چون مهران مدیری، نادر سلیمانی، امیر غفارمنش، رضا شفیعی جمع، الجنگ امیرفضلی، رضا عطاران و حمید لولایی پرداخته. باغ مظفر سریالی کمدی به کارگردانی مهران مدیری هست که روایتگر داستان مردی به نام مظفرخانه که خان یک محله به نام گلهک تهرانه و به همراه 2 فرزندش و به همراه پسر عموش منصور خان زندگی میکنه. نصرالله رادش در مجموعه باغ مظفر نقش حیف نون را ایفا کرده. نصرالله رادش در مورد کمکاریش در سالهای اخیر میگه که من بازیگردانی رو خیلی دوست دارم، اما قبلا یه مدلی بودم که نمیدونم اسمش رو بذارم تنبلی یا نداشتن روابط عمومی خوب. اون اوایل خیال میکردم اگه بازیگری خوب باشه همین کافیه و خودشون میان دنبالش. اما اینطور نبود. بازیگر خودش باید دنبال نقش بره. اما من زیر بار این قاعده نمیرفتم. شاید یکی از دلایل کمکاریم هم همین باشه که بلد نیستم با ارتباطات برای خودم کار بتراشم. اصولاً انسان سمجی نیستم. اون همینطور راجع به علایق خودش گفت که کلاً از قدیم به کارها و هنرهای دستی علاقه زیادی دارم. خودم هم یک کارهایی در این زمینه میکنم. مثلا صورتکسازی با گل و سفال رو خیلی دوست دارم و همین الان هم انجام میدم. زمان دانشجویی با خمیرهایی که از وسط نون در می آوردیم هم مجسمه و صورتک درست می کردم. بعدها این کار رو جدی‌تر ادامه دادم. الان با خمیر گل چینی و گل سفال کار می کنم و کارهام رو به این و اون هدیه میدم. رادش بخشی از فعالیت‌هاش صرف تدریس بازیگری و تئاتر میشه. دوستان حتما نظراتتون رو راجع به آقای نصرالله رادش و نقش‌ها و فیلم‌هایی که بازی کردن رو برامون کامنت کنید و کانال رو سابسکرایب کرده و زنگوله کناری رو هم بزنید تا به محض آپلود ویدیوهای جدید جزو نفرات اولی باشین که میبینین.